درود تماشابینان عزیز، خلاصه مهمترین خبرهای روز 4 ینور تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. در این برنامه تاجیکستان در آستانه انتقال قدرت قرار دارد، پیشبینی‌های کارشناسان، شعارهای ضد امامعلی رحمان در یک گذرگاه زیرزمینی، بازداشت یک منصبدار در خوجند با 206,000 سامانی پاره، معاشات در تاجیکستان از همه بلندتر در بانک‌ها، از همه کم از کشاورزان، شانتاژ، بازداشت معشوق تمجید برای طلب $500 از معشوقه، مصادره 4 تن مندرین قاچاقی از 2 شهروند تاجیکستان. در ازبکستان میخواهند فروش نفت را منع کنند. برخی کارشناسان پیش بینی میکنند که در تاجیکستان میتواند بالاخره نقشه سال گذشته به تأخیر افتاده انتقال قدرت از پرزیدنت امامعلی رحمان به پسرش رستم امامعلی عملی گردانده شود. رجب میرزا بر این است که انتقال قدرت در تیر ماه سال 2021 بعد تجلیل جشن 30 سالگی استقلال تاجیکستان صورت بگیرد، اما ارشاد سلیمانی اجرای این نقشه انتقال قدرت را در سال 2022 که امامعلی رحمان به سن 70 میرسد قابل اجرا میداند. با این حال کارشناسان برای تاجیکستان به دلیل پاندمی کرونا ویروس و بحران اقتصادی یک سال وزنین را برای تاجیکستان پیش بینی می کنند. منتقدان در واقع بسیارتر می شوند، خصوصا در پس منظره نارسایی برق و بالا رفتن نرخ محصولات. منطقاً بد شدن وضع می تواند به پیدایش مخالفان پنهانکار و سخت تاب دادن مروت‌ها از سوی مقامات با بهانه مبارزه با افراطگرایی بیاورد. تخمین زده است در صحبت با رادیو آزادی یک سیاستشناس مستقل از دوشنبه که نخواست نامش برده شود. اصلاح تیوی، یک کانال مربوط به مخالفان تاجیک در یوتیوب با نشر یک ویدیو خبر داد که شب 3 ینور در یک گذرگاه زیرزمینی در شهر خوجند شعارهای ضد پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان را نوشتند. در ویدیو دیده می شود که در روی فرش در این گذرگاه رحمانوف استعفا نوشتند و در دیوار 2 شعار دیگر رحمانوف دست از ظلم بردار و انقلاب نزدیک است. مقامات امنیتی و حفظ حقوق تاجیکستان تا کنون این خبر را شرح ندادند. نصب چنین شعارهای ضد پرزیدنت رحمان در سالهای اخیر در تاجیکستان بی سابقه است. امامعلی رحمان که 68 سال دارد و از سال 1992 اینک 28 سال باز در تاجیکستان رهبری میکند، با کسب بیش از 90% آوازها بار دیگر غالب آمده و زمان ریاستش را تا سال 2027 تمدید کرد. اگنتی مبارزه با کروپسیای تاجیکستان خبر داد که پرونده حکیمخان وهابویچ حکیموف، تکنیک زمینساز کارخانه دولتی ساخت زمینساز و یک شریک او را به دادگاه سپرده است. بنا به این منبع حکیموف از روی مصلحت پیشکی با رحیموف حکیم جان صدرالدینویچ به باوری شهروند رؤوف اکرم رسولویچ در آمده برای از حدود زمینهای محله 8 شهر خوجند جدا کرده دادن قطعه زمین به مبلغ 206,150 سامانی طلب کرده گرفتند. اما پرونده به ضد زمینساز اداره دولتی چون در موردهای زیاد قبلا نه با اتهام گرفتن پاره ماده 319 بلکه با اتهام جزایش خیلی سبکتر قلابی ماده 247 کشاده شده است. در سالهای آخر در تاجیکستان همچنین قلابی بند و بست کردن پرونده های منصبداران هنگام گرفتن پاره به دست افتاده خیلی افزوده است. اکثر این منصبداران معمولا با یگان جریمه خلاص میخورند. کارشناسان بر اینند که با چنین شیوه برخورد رحمدلانه منصبداران پاره‌خور تاجیکستان هیچ گونه نمیتواند بر کروپسی غالب بیاید. تاجیکستان در حال حاضر در ردیف 30 کشور از همه فسادزده دنیا نام برده می شود. فروش قطعه زمین یک عرصه از همه فسادزده در تاجیکستان به شمار می رود. اگنتی آمار حکومت تاجیکستان آخرین آمار مربوطه به حجم معاشات در این کشور را نشر کرد. در ماه اکتبر سال 2020 معاش میانه در تاجیکستان به 1661 سامانی و 21 درم برابر شده است که این نظر به ماه اکتبر سال 2019 حدود 6.8% بیشتر می باشد. معاش از همه بلندترین در تاجیکستان بنا به این منبع از کارمندان بانک ها و اداره های سپرده بوده
3598 سومانی و 30 درم را تشکیل داده است. همین طور معاش کارمندان اطلاعات و علاقه 2721 سومانی، بخش استخراج معدن 2631 سومانی، ساختمان 2453 سومانی و کارمندان برق و گاز 2326 سومانی معاش داشتند. در ساحه معارف در اکتبر سال 2020 معاش میانه ماهانه 1245 سومانی و 14 درم را تشکیل داده است که این نظر به یک سال پیش 16.8% زیاد گفته می شود. معاش میانه کارمندان ساحه تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی در این مدت 22.4% افزوده به 1102 سومانی و 19 درم برابر شده است. ولی معاش از همه پسترین در بخش واقعی اقتصاد در اکتبر سال 2020 معاش کارگران ساحه کشاورزی، جنگلداری و ماهیداری بوده همگی 623 سومانی 76 درم را تشکیل داده است. یک سال پیش معاش میانه این قشر اهالی در تاجیکستان باز هم کمتر همگی 575 سومانی و 71 درم بوده است. یک ساکن 40 ساله دوشنبه با اتهام با روی شانتاژ طمع کردن $500 از معشوقه 39 سالش بازداشت شده است. وزارت کارهای داخله میگوید مرد تهدید کرده است که اگر زن $500 ندهد علاقه بین آنها را به خویش و تبار زن آشکار کرده معلومات بدنام کننده را در شبکه‌های اجتماعی نیز پهن میکند. مرد طمعجو را در محله ظرفشان هنگام گرفتن $300 از معشوقه‌اش دستگیر کردند. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. روز 3 ینور مرزبان‌های قرقیزستان در حدود ناحیه لیلک ولایت بادکند دو شهروند تاجیکستان را با بار قاچاقی دستگیر کردند. بنا به اطلاع مرکز مطبوعات خدمات مرزبانی قرقیزستان، مرزبان‌های قرقیز هنگام دیدبانی در نزدیکی شهرهای خوجند کونیبادام در حدود قرقیزستان یک ماشین تمغه مرسدس اسپرینتر را با رقم‌های تاجیکستان دیده خواستند که سندهای آن را تفتیش کنند، ولی راننده و مسافرش به طلبات فرآمدن از ماشین اطاعت نکرده مقاومت نشان دادند و خواستند به سمت تاجیکستان فرار کنند، ولی مرزبان‌های قرقیز ماشین را منع کرده راننده و مسافرش را دستگیر کردند. در جریان بازجویی معلوم شد که بازداشت شده و شهروندان تاجیکستان ش.د سال تولدش 1986 و چ.ش سال تولدش 1990 بودند. از بردان ماشین آنها 4 تن مندرین قاچاقی به مبلغ 300,000 سومانی پیدا کردند. اگنتی تنظیم بازار مشروبات و تماکو و رشد انگورپروری ازبکستان طرح قانون درباره تنظیم استحصال و فروش محصولات مشروبات و تماکو را تهیه کرده است که در آن از جمله منع فروش نوز در این کشور پیش بینی شده است. وزارت تندرستی ازبکستان گفت طرح این قانون حالا در دست بررسی کابینه وزیران قرار دارد. وزارت تندرستی میگوید استعمال نوز خودساخت به وضع سلامتی اهالی ازبکستان تأثیر منفی داشته به اقتصاد کشور نیز ضرر میرساند. بنا به آمار سازمان جهانی تندرستی مقیاس استعمال تماکوی بدو در بین نورسان از 13 تا 15 ساله در ازبکستان در بین کشورهای همسایه از همه بلندترین بوده. بنا به این منبع 6% نورسان در ازبکستان نوز استعمال میکنند. این نشان دهنده در قرقیزستان 5.1%، در تاجیکستان 1.8%، در قزاقستان 0.6% و در ترکمنستان 0.2% را تشکیل میکند. این بود چند خبر نو. خبرهای بیشتر را در سامانه بامداد بخوانید. خوش باشید.